سلام دوستان، من صفورا اسکندری هستم، مدیر سئو جامپر. تو این ویدیو میخوام خیلی کوتاه بهتون بگم که گوگل ادز چیه و چه کاربردی داره. گوگل ادز یا همون تبلیغات گوگلی یکی از سرویس های گوگله. شما اگه بخواین یه وبسایت شخصی داشته باشین و توی گوگل صفحه اول نمایش داده بشه، خب نیاز هست که شما تقریبا 8 ماه تا 12 ماه روی اون وبسایت کار کنید و خب این خیلی زمانبر و هزینه بره. اما گوگل یه سرویسی رو ارائه میده برای کسایی که دوست دارن از همون ماه اول درآمد داشته باشن. این سرویس که همون تبلیغات گوگلی یا گوگل ادز هست، به این صورت هست که شما با ارز کشور خودتون اون اکانت رو شارژ میکنید و حالا یه سری کیورد ها رو تعیین میکنید و تو اون کیورد ها گوگل شما رو در حالا صفحه اول گوگل نشون میده و به ازای کلیک هایی که روی تبلیغات شما میشه از اون شارژ اولیه کم میکنه تا اینکه صفر بشه. البته اینم بگم ما چون تحریم هستیم، نزدیکترین ارزی که میتونیم ازش استفاده کنیم و با توجه به قیمت ارز خودمون مثلا اون صرفه اقتصادی داشته باشه، ارز لیر ترکیه هست. امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. فالو و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.